بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت مشتریان حسابداری. در این قسمت گزارشگیری قسمت کالاها را بررسی می‌کنیم. اولین گزارش لیست کد و نام انواع کالا. خب این یک گزارشی هست که خیلی ساده است. کد انبار یعنی همه انبار، یعنی هر چی لیست هست بدون توجه به انبار. اگر یه انباری خاص بعد کدش رو بدیم 1 یا 2. بعد ترتیب رو انتخاب میکنیم که دیفالتش به ترتیب کد کالاست. میتونیم نام کالا رو انتخاب کنیم. باز از کد تا کد هست، یا اینکه منهای 1 را میتونیم بزنیم که کالا را انتخاب کنیم. منهای 1 را قبلا توضیح دادیم. بعد شامل هست، یعنی یک کلمه ای میتونیم وارد کنیم اینجا که کالایی که شامل این کلمه است اسمشون را فقط بیاد، که این کلمه میتونه از جای از اسم کالا باشه. بعد مانده مقداری از چند تا چند هست که اینا میتونیم این شرط هم اعمال کنیم که اگر همه اینا رو اینتر کنیم خب یعنی بدون توجه به مانده. بعد لیست میاد رو صفحه که با F5 میتونیم چاپ کنیم و این لیست خیلی ساده ای هست. گزارش 2 که قبلا توضیح دادیم، آخرین قیمت خرید فروش کالا هست که اینجا باز کد انبار ترتیب از کد تا کد شامل، باز فی را از فاکتور بگیره یا از کالا. میتونیم این را انجام بدیم که اگر فی از کالا باشه میتونه از 0 تا 7 بدیم. 0 یعنی فی خرید، 1 و 2 تا 6 فی فروش و 7 فی مصرف کننده است. اگر اینجا 1 بزنیم محاسب از فاکتورها باشه، تو خط بعد فقط 1 ها میتونی انتخاب کنی، یعنی فی فروش رو بیاره. اینجا بله 2 تا صفحه هست که با فلش چپ و راست میتونیم عوض کنیم که با F5 هم میتونیم چاپ کنیم. موقع خروج از اینجا میتونیم آخرین فی که تو کالا ثبت شده را در خود کالا اگر بخوایم ثبت بشه، یعنی یک راهی هست که فی خرید در کالا را هم اصلاح کنیم و آخرین فی در فاکتورها. حالا اینجا یه مطلبی هست که اگر ما یه تنظیمی داشتیم تو تنظیمات سیستم 2 که ثبت فی خرید تخفیف درصدی کسب بشه، مثلا این موقع ثبت فی خرید کالا از فاکتور تخفیف درصدی کسب میشه. معمولا آخر سال وقتی میخوان مجری انبار را حساب کنن برای سود و زیان، بهتره که اینا 1 بذارن و یک بار این گزارش 2 را بگیرن که موجودی که از انبار میگیرن تخفیف درصدی حذف شده باشه. همچنین خب اونجا بحث مالیات هم بود که اضافه بشه یا نه. از این مانده آخرین فی این خیلی کاربرد داره، در این که یعنی کاربرد مهمش اینه که فی خرید کالا را اصلاح میکنه که در سود و زیان این گزارش عملکرد آخر سال اینا کارایی داره. خب مانده انواع کالا هست که یه گزارشی هست که شاید زیاد استفاده بشه. یک شروطی هست که اگر ما نخواهیم شروط ها اعمال کنیم رو 1 اینتر میکنیم بدون هیچ مکسی لیست کالا میاره که لیست کالا 3 صفحه است. یک صفحه ریالی هست سمت چپ، باز صفحه وسط تعدادی و صفحه اول مقداری هست که در روی نمایشگر به این صورت است. منتها موقع چاپ بستگی داره که چی را انتخاب کرده باشیم. حالا اگر مانده انواع کالا را بگیریم اینجا 2 بزنیم، یعنی میخوایم که اون شرایطی که در پایین وجود داره بعضیش رو عوض کنیم. 2 را که بزنیم میتونیم بگیم نوع چاپ هر 3 تا، یعنی مانده مقداری و خوردی ریالی و تعدادی هر 3 بیاد، یکی از اینا بیاد میتونی انتخاب کنیم. بعد کد انبار همه انبارا بیاد یا یک انبار خاصی بیاد، باز از کالا تا کالا میتونیم انتخاب کنیم. بعد شرط بعد همه فاکتورها بیاد یا
فروش مرجوعی و خرید مرجوعی، یعنی فروش و برگشت از فروش و خرید یا برگشت خرید بیاد. اینجا میتونیم انتخاب کنیم. یک یعنی همه. از تاریخ تا تاریخ میتونیم انتخاب کنیم. از مانده تا مانده میتونیم انتخاب کنیم که این بستگی به مانده که انتخاب کنیم مقداری، پولی یا تعدادی، این هم مربوط به همون میشه. یعنی اگه ما تعدادی انتخاب کنیم اینجا مانده تعدادی میتونیم از تا انتخاب کنیم. اگر مقداری باشه مربوط به مقدار میشه، اگر ریالی باشه مربوط به ریال میشه. بعد شرط بعدی ترتیب هست که رو کد و نام 3 ستون بدهکار، بستانکار و مانده است که معمولا خب شاید ستون کد 5 یعنی رو مانده کارایی از همه بیشتر باشه، منتها مقدار اولیه‌اش روی 1 هست یعنی کد کارایی. بعد نوع گزارش کلی یا به تفکیک انبار باشه، میتونیم اینجا انتخاب کنیم که الان رو کلیه. بعد از نام تا نام هست. این از نام تا نام بهتره که اینطوری انتخاب کنید، یعنی F7 بزنید اینجا به ترتیب نام که هست اولین نام رو انتخاب کنید. مثلا رو حروف الفبا مرتب هست، از اون قسمت که میخواید اینتر کنید. بعد بیاید روی سطر بعد باز F7 بزنید، بیاد آخر اون قسمت که میخواید انتخاب کنید، یعنی از این نام تا این نام و هرچی ما بینش هست. بعد شامل، یعنی حالا اگر از نام تا نام انتخاب کردیم باز میگیم شامل این نام هم باشه، یا اگر اونا را اینتر کردیم یعنی همه بیاد، اینجا میتونیم یک کلمه را بدیم که تمام کالایی که شامل اون کلمه باشن را به ما لیست بده. بعد اینتر که میکنیم لیست میاد رو صفحه که باز 3 تا صفحه است، چون اینجا بر صورت وقتی که رو ردیف حرکت میکنیم اون پایین نام کالا را کامل نشون میده، چون تو این گزارش تعدادی نام کالا خیلی ارزش کم هست. بعد به این صورت میتونیم چاپ بکنیم و با F6 هم خروجی اکسل فعلا این نداره. اگر خروجی اکسل داشت اینجا نوشته میشد مسیر نام فایل اکسل. خب بعد گزارش کالایی که فروش نداشته، خب این مشخصه که اینطور گزارشی هم میتونیم برای بعضیا جالبه که اینجا ترتیب مانده است تا و تاریخ فروشنده که معلوم ویزیتور هست و شامل توضیح دادیم. یه لیست به ما میده کالاهایی که فروش نداشتن. خب برای بعضی موارد این مهم هست. بعد گزارش 5 کارت مقداری کالا هست که اینجا خب یک کالا را باید انتخاب کنیم، مثلا جارو برقی کد از مربوط به انبار یا همه انبار را از تاریخ تا تاریخ انتخاب میکنیم. گزارش میاد دو صفحه که اینجا مقداری هست، اینجا کار خاصی انجام نمیده، میتونیم با F5 چاپش کنیم. همینطور کارت ریالی داریم، کارت تعدادی داریم که اینا باز شبیه هم هست. کالاهای زیر نقطه سفارش، یه بحثی تو کالا داشتیم که اینجا میتونیم نقطه سفارش تعریف کنیم. در واقع اینجا وقتی که اینجا مثلا تعدادی وارد کنیم، اینجا فرض کن الان ما وارد میکنم عدد الان ماندهش اینجا هست. اگر اینجا من 1000 وارد کنم بعد بیاد، چون الان ماندهش 948. بله اینا انتخاب کنیم. کالاهای زیر نقطه سفارش که باز از کد تا کد هست و از نقطه سفارش تا چند تا میتونیم انتخاب کنیم. کالاها با مانده 0 هم بیاد یا نه، یعنی اونایی که مانده 0 معمولا دیگه بیاد یا نیاد. یا ترتیب و قسمتی از نام کالا که دیدیم که همون شامل هست اینتر کنیم. ببینید که این میاد نقطه سفارش ما 1000 بود ولی موجودش هست 948. میاد رو صفحه که اینجا با F5 قابل چاپ هست.
گزارش تخفیفات درصدی هست داریم که اگر تخفیف درصدی های مارک کرده باشیم اینجا میتونیم بگیم از کالا تا کالا، ویزیتور هم خودش را بدیم، از تا یا یه ویزیتور، از تاریخ تا تاریخ هم بدیم. این یه گزارش به ما میده. بعد دفتر خرید و فروش و مرجوعی هست که اینجا باز چند نوع گزارش هست که همه شبیه هم هست. دفتر خرید و مرجوعی خرید، دفتر فروش و الی آخر که آخریش هم همه هست. حالا همه را بزنیم اینجا باز از خود کالا تا کالا، از ویزیتور تا ویزیتور، از خود اپراتور تا اپراتور میتونیم انتخاب کنیم، شرط بذاریم که از تاریخ تا تاریخ نهایتا این فروش میاد که اینجا چند صفحه هست که اینجا ببینید که ردیف فاکتور تاریخ قبل نوعش میاد، خط بعد کد و نامی که در فاکتور و صفحه بعد کد و تعداد مقدار فی و مبلغ و تخفیف میاد که 3 تا صفحه است. به این صورت این هم گزارش هست که بعضی ممکنه بخوان بگیرن. کالاها طبق تاریخ انقضا هست که باز اینجا اگر ما لیست کالاها را بیاریم هر کالایی میتونیم اینجا تاریخ انقضا تعریف کنیم. برای بعضی این ممکنه که مورد استفاده داشته باشه. اینجا میتونیم که لیست بگیریم از کالاهایی که تاریخ انقضاشون در حالت خاصی گذشته است یا اینکه نزدیکه. بعد گزارش از سریال کالا داریم که قبلا توضیح دادیم که اگر فعال کنیم سریال کالا را هر خرید فروش که انجام میدیم معمولا برای موبایل فروش ها و حالا صنف‌های خاص سریال کالا را که وارد کنن اینجا میتونه ازش گزارش بگیرن که فروش نرفته ها یا فروش رفته ها از کالا تا کالا یه گزارش بهشون میده. بعد کارت عملکرد یک کالا، یعنی عملکرد سود و زیان یک کالا به چه صورت هست. اینجا کالا را انتخاب میکنیم یا خودش وارد میکنیم، از تاریخ تا تاریخ هم انتخاب میکنیم اینجا که به ترتیب فاکتور میاره که اولیش خرید بوده هیچی. خب تو خط بعد که فروش بوده دیدین که 12 تا فروش داشتیم از 450 تا 550 تومن، 600 تومن میشه سودش بوده. بعد این 2 صفحه است. صفحه سمت چپ میگه که این فروش از چه خرید بوده، 12 تا از فاکتور 1 بوده. اگر ما یه 12 تا از چند تا فاکتور بود هم اینجا میورد که به هر تعدادی از چه فاکتورایی بوده که دقیق شما بتونید بررسی کنید. مثلا دومی باز 40 تا بوده که باز اون از فاکتور 1 بوده. زیر اونجا میاد خلاصه وضعیت میاره خرید فروش چقدر بوده، سود این فروش ها چقدر بوده، مانده موجودی پولی این جنس الان چقدر هست. زیرش هم خرید و فروش مقداری میاره و سود تقریبی اون چیزی که در انبار هست میاره اینجا و این هم قابل چاپ است. حالا گزارش بعدی عملکرد کالاهای انبار. اون گزارش قبلی مربوط به یک کالا بود، منتها این مربوط به همه کالاست که این گزارش فکر کنم کارایی خوبی داشته باشه که از کالا تا کالا. بعد از تا میتونیم انتخاب کنیم مبلغ و ترتیب انتخاب کنیم. باز ترتیب مانده مقداری یا مانده پولی یا مبلغ سود که معمولا رو 3 گذاشتم که این همه کارایش بکنم بیشتر باشه. بعد شاملا که گفتیم. بعد جنس ها را میاره اینجا که هر جنسی مانده مقداریش مانده پولی چقدر و چقدر سود داشته که اینجا برای بررسی کالاها میتونیم استفاده کنیم. اگر روی کالا خواستیم تک تک بررسی کنیم کارت عملکرد یک کالا، همه اینجا قسمت عملکرد کالای انبار. ریز ورود خروج کالاها را داریم که ما اینجا باز میتونیم شرایط ها وارد کنیم و در واقع اینجا یه لیست به ما بده که این 2 صفحه است که به ترتیب فاکتور به ما لیست میده. کارت مقداری ریالی یک کالا که بالا کارت مقداری ریالی تعدادی به تفکیک داشتیم، اینجا کارت
مقداری و ریالی را با هم داریم که در دو صفحه است که میتونه با هم باشه. عملکرد به تفکیک فاکتور داریم. اون عملکرد فاکتور که عملکرد کالای انبار داشتیم، منتها حالا اینجا عملکرد به تفکیک فاکتور داریم. یعنی اگر ما بخوایم ببینیم که از فاکتور مثلا 2 تا 6 از حساب یه حساب یا همه حسابا رو انتخاب کنیم، اینجا بحث اینه که یه حساب هم میتونیم انتخاب کنیم، از تاریخ تا تاریخ هم انتخاب کنیم. میتونیم بگیم که هر کدوم از اینا سودش چقدر بوده. این خب کارایی زیادی داره، طبق همونطور که قبلا روی هر فاکتوری که آلت اس بزنیم میتونیم سود اون کالا رو اونجا ببینیم. الان اینجا روی این فاکتور آلت اس که بزنیم مثلا سود این فاکتور هم میاره که 12 میلیون ریال هست. مثلا روی این قبلی آلت و اس ها که بزنیم میاره که این 6 میلیون ریال هست. حالا اینجا خب همین سودی که اونجا حساب میکنه که اینجا هم به تفکیک فاکتور حساب میکنه طبق این شرایطی که اینجا میدیم. یه وقتی میخوایم ببینیم یه مشتری چقدر سود داشته، خب فقط خود اون مشتری ها میدیم از حساب تا حساب و فاکتور از 1 میدیم تا آخرین شماره فاکتور، فقط فاکتورهای اون مشتری را برای ما میاره و تک تک سودش را حساب میکنه. محاسبه سود هم اینجا بستگی داره که ما تنظیمات چی حساب، که اینجا تنظیمات سیستم ردیف 2 محاسبه سود با فی خرید زده باشیم یا با فی محاسبه شده، که اینجا فرق میکنه که قبلا توضیح دادیم به چه صورت هست. اونایی که امکان دقیق باشه باید این با فی محاسبه شده را انتخاب کنن. اگر فی در طول سال تغییرات زیاد داره این روش بهتر و دقیق‌تره. منتها اگر فی در طول سال ثابت باشه با فی خرید خب اونم مشکلی نداره. آخرین گزارش دفتر خرید فروش به تفکیک کالا هست که اینم یک گزارش هست از حساب تا حساب از شماره فاکتور. اینجا در شماره فاکتورها میتونیم منها 1 بدیم، فاکتورها را انتخاب کنیم، کالاها همینطور ترتیب. حالا خرید و فروش یا برگشت کدومش را انتخاب کنیم. بعد در صورت کسب نشود حق ویزیتور هم کسب بشه یا نشود، ویزیتور با ویزیتور کد انبار از تاریخ تا تاریخ. اینجا لیست فروش به ما میده که اینم برای بعضیا خیلی جالبه که از هر جنسی چه تعداد و چه مقدار فروختن، مبلغش چقدر بوده و در 2 صفحه است که مانده فعلی هم تو صفحه بعد نشون میده. این در صورت میتونیم آمار بگیریم که چه کالایی فروشش زیاد بوده بر اساس مقدار یا ریال. و این برای بعضی گزارشات مدیریتی هست، یعنی ما برای اینکه ببینیم وضعیت کارمون به چه صورت بوده از این گزارشات، مثلا یکیش همینه، یکی گزارش عملکرد به تفکیک فاکتور، یکی عملکرد کالای انبار هست، یکی کارت عملکرد یک کالا هست. اینا هست که مدیر فروشگاه میتونه به بررسی عملکرد سود و زیانش بپردازه و چک کنه. خب این قسمت کالاها، گزارشات این قسمت کالاها توضیح دادیم که امیدوارم براتون مفید باشه.